با سلام خدمت شما عزیزان، من علیسا هستم و با یه آموزش جدید ساختنی های جذاب خدمت شما عزیزان هستیم. امروز قصد داریم نحوه راه اندازی موتور براشلس رو بهتون یاد بدیم و اینکه چه چیزهایی برای این آموزش نیاز داریم و موتوری هم که برای این آموزش در نظر گرفتم موتور براشلس دیویدی رایتر کامپیوتر هستش که به راحتی میتونید تهیه کنید و این هم مداری هستش که قرار نحوه ساختش رو بهتون آموزش بدم. خب دوستان، من برای این آموزش به خاطر اینکه راحت تر بتونید یاد بگیرین همه جزئیات رو روی یک برگه‌ای براتون رسم کردم که از روی اون برگه به راحتی بهتون توضیح بدم تا هیچ ابهام و مشکلی توی لحیم کار اینا نداشته باشید. با ما همراه باشید. خب عزیزان، ما برگشتیم برای ادامه آموزش و من کل مدار این رو روی برگه آچار براتون رسم کردم و از سمت راست برگمون میریم برای توضیحات. خب قبل هر چیز ماسفتای ما کلا 3 تا پایه داره و به نام های GDS یا همون گیت درین سورس هستش و چیزهایی که برای این درایور لازم هستش 6 عدد دیود این 4007 یا همون دیود یک سوساز هستش که 6 تا بهش نیاز داریم. دومیش مقاومت 10 کیلوه که 3 تا نیاز داریم. یک عدد پتانسیومتر 100 کیلو نیاز داریم و یک مقاومت 4/7 و 3 عدد ماسفت IRFZ 44. خب میریم سراغ آموزش. دوستان، ما 3 تا ماسفت، حالا من اینجا خیلی فاصله انداختم بینشون. شما در حالت فیزیکی که میخواین درست کنین همینقدری که اگه مشاهده کنین همینقدر فاصله بدین خوبه، در حدی باشه که بدنه های فلزی ماسفت ها به همدیگه برخورد نکنه، در غیر این صورت موتورتون کار نمیکنه و در ادامه هم توضیح میدم. خب ما اول میریم سراغ دیودهای یک سوساز یا همون این 4007. ما یک پایمون رو از ماسفت پایه اول که گیت هستش وصل میکنیم به ماسفت وسطمون یا دومین ماسفتمون به پایه وسطش و دوستان این پل هایی که روی این پایه ها گذاشتم اینا یعنی به این دلیله که شما نباید این سیم یا اون اتصالی که میخواین انجام بدیم به پایه بعدی ماسفت نباید با این یکی پایه ها درگیر باشه و من اینو به صورت نقطه‌ای هم نشون دادم و فقط این نقطه هایی که هستش اتصال داده میشه و لحیم کاری میشه و این پل ها به منزله اینه که از روش حالت جهشی رد میشه و هیچ اتصالی با این پایه ها نداره. خب پس دیود اولمون شد پایه اول ماسفت از سمت چپ که گیت یا همون پایه گیت به پایه وسط ماسفت دوممون که بشه پایه درین. دیود دوممون باز میشه پایه اول گیت ماسفت دوم به ماسفت سوم پایه وسطش
و در نهایت دیود سوممون میشه پایه اول ماسفت سوم گیت به پایه دوم اول ماسفتمون. اگر من دوستان این عکس این مدار رو در وسط فیلم به صورت نزدیک بهتون نشون میدم، زومش میکنم که راحت تر بتونین ببینین و بتونین لحیم کاری کنین. خب میریم سراغ مقاومت هامون. یک مقاومت 10 کیلو مثل همون دیودهای این 4007 از پایه اول ماسفتمون میره به پایه وسط ماسفت دوم و دوباره یک مقاومت دیگه از پایه اول ماسفت دوم میره به پایه وسط ماسفت سوم و در نهایت مقاومت سومی از پایه اول ماسفت سوم میره به پایه وسط ماسفت اولی. خب اینا شدن دیودها و مقاومت هایی که باید به همین صورت لحیم کاری بشه. باز هم بهتون دوستان یادآوری کنم این نقطه هایی که گذاشتم نقطه های اتصال ما هستن و لحیم میشن و این پل هایی که روی سیم ها گذاشتم یعنی نباید این سیم ها با این پایه ها در تماس باشن، باید از روش رد بشن ولی اتصال نداشته باشن. خب میریم سراغ 3 تا دیود این 4007 مون که این 3 تا هستش و این 3 تا هم هر کدوم به پایه وسط ماسفتمون در جهت صحیح خودش. دوستان اینم یادآور بشم که این 2 تا دیود اولی فلش یعنی خطای دیود به این سمتی که فلش زدم لحیم کاری بشه و این سومیه باید خلاف جهت اینا باشه و این خطه برخلاف این 2 تای اولی باشه و این 3 تا دیود هم همشون در یک جهت به سمت پایین، خطاشون به سمت پایین به وسط پایه های ماسفتمون وصل میشن و ببخشین و در نهایت این 3 تا سرای همین دیودامون به هم دیگه متصل میشه و با یک مقاومت 4.7 اوهمی به پایه اول پتانسیومترمون وصل میشه و پایه های ماسفت سومیمون به هیچ کدوم از این مقاومت ها و دیودها اتصال نداره، یعنی کلن باز هستش و هیچ نقطه اتصالی برای اینا ما لحیم کاری نکردیم و هیچ پایه‌ای هم به اینا متصل نشده و اینها در نهایت این پایه های سوم ماسفتمون به همدیگه متصل میشه و باز هم اینجا من پل زدم و به این دیودها نباید برخورد داشته باشه و این 3 تا پایه های ماسفت سومیمون مستقیم یک سمتش وصل میشه به پایه وسط پتانسیومترمون و یک پایه دیگه، یک سر سیم دیگه‌مون همین پایه ماسفتمون متصل میشه به سیم کام براشلسمون یا همون سیم مشترک براشلس و 3 تا فازی که ما میخوایم برای این موتور براشلسمون بدیم و 3 تا سیمی که میمونه میشه فاز 1 فاز 2 فاز 3 وصل میشه به همون قسمت فلزی خود ماسفت ها که جدا جدا بدون اتصال به جایی باید اینا وصل بشن به موتور براشلس، مثل همین چیزی که الان شما تو تصویر میبینید. من اینها رو به صورت جدا جدا لحیم کاری کردم و اینها نباید به هم دیگه برخورد داشته باشه. از پشت هم نگاه کنین این فلزا هیچ کدوم نباید با هم دیگه در ارتباط باشن چون فازاتون به هم میخوره و موتور کار نمیکنه و این 3 تا سیم مستقیم میاد هر کدومش وصل میشه به یک فاز
موتور براشلس و این سیم آزادی هم که گذاشتم همون سیم برگشته از سیم مشترک خود موتور براشلس هستش که وصل میشه به منبع تغذیه‌ام. خب دوستان، من مدار اینو به صورت رسم روی کاغذ نشون دادم و اینو یک عکس زوم شده ازش میگیرم و در انتهای فیلم یا در ابتدای فیلم براتون قرار میدم که به راحتی بتونید برای همیشه این مدار رو داشته باشین و هر جایی هم به مشکل خوردین به راحتی بتونین با نگاه کردن به این مدار و رسم این مدار مشکلتون برطرف بشه. خب دوستان، امیدوارم از این آموزش هم لذت برده باشین و من خیلی معذرت میخوام از شما دوستان، چون منبع تغذیه‌ام به یک دستگاه دیگه متصل هستش و نمیشه جدا کنم، وگرنه این رو براتون تست میکردم و نحوه کارش هم حتما میدیدین و در آینده اگر تمایل داشته باشیم براتون این کار رو انجام میدم که نحوه کارش هم به چشم ببینیم و لذت ببریم. خب دوستان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که هر جا که هستین لبتون خندون باشه.